عید نوروز نزدیک بود و من و همسرم تصمیم گرفتیم تعطیلات عید را به مسافرت برویم. همسرم دوستی داشت که دوران دانشگاه با هم آشنا شده بودند. او اهل نجف آباد اصفهان بود و چند سالی بود که یکدیگر را ندیده بود. تصمیم گرفتیم که به نجف آباد سفر کنیم. با توکل به خدا راهی سفر شدیم. 1200 کیلومتر فاصله داشتیم و از شوق دیدار و رسیدن به یار دوران دانشجویی همسرم بدون توقف 11 ساعت تا قم رانندگی کردیم. صفای زیارت حضرت معصومه و غوطه‌ور شدن در دریای آرامش مسجد جمکران نصیبمان شد و شب را آنجا گذراندیم. صبح روز بعد با ادای احترام به حضرت معصومه و سلام به حضرت حجت عازم اصفهان و سپس نجف آباد شدیم. بعد از 12 سال همسرم بی‌صبرانه منتظر دیدن دوستش بود. دوستش زهره نام داشت و بسیار خوشقلب و مهربان بود. وسط کوچه انتظار ما را می‌کشید. وقتی از سر کوچه وارد شدیم و ماشین ما را دیدن، خانواده‌اش از خوشحالی به بالا و پایین می‌پریدند. همسرم همانطور که ماشین در حال حرکت بود درب ماشین را باز کرد. من ترمز زدم و او از فاصله 100 متری دوان به سمت زهره حرکت کرد. او هم از آن طرف می‌دوید تا به هم رسیدند. یکدیگر را بغل کردند و هر دو های گریه می‌کردند و هم را می‌بوسیدند. اصلا نمی‌شد آنها را از هم جدا کرد. من هم با حسین آقا شوهر زهره که دفعه اول بود هم دیگر را می‌دیدیم احوال پرسی کردیم و به منزلشان رفتیم. پدر حسین آقا و مادرش ما را مورد لطف قرار دادند و همواره می‌گفتند خوش به حالتان که از جوار امام رضا می‌آیید. شما حرمت دارید. روز بعد بساط صبحانه پهن بود و داشتیم صبحانه می‌خوردیم. همسرم از زهره پرسید خب بگو ببینم از بابا و مامانت چه خبر؟ خوبن؟ چی کار میکنن؟ زهره زد زیر گریه و با صدای بلند هپ گریه میکرد. حسین آقا از اتاق خارج شد و چیزی نگفت. من و همسرم نگاهی به هم کردیم و گفتیم نکنه خدایی نکرده اتفاقی افتاده باشد. بعد از آرام شدن زهره معلوم شد که 12 سال است به دلیل اختلاف پدر زهره و حسین آقا نتوانستند رفت آمد کنند و هیچ کس هم نتوانست این اختلاف را واسطه‌گری و حل کند. بزرگان زیادی پادرمیانی کردند ولی فایده ای نداشته است. با همسرم مشورت کردیم و اجازه زهره را برای صحبت با حسین آقا گرفتیم که برای دیدن پدر و مادرش به منزل آنها برویم. وقتی رسیدیم زنگ خانه را زدیم. مادر زهره درب را برای ما باز کرد و تا چشمش به زهره افتاد های گریه کرد و لحظات طولانی هم را بغل کردند. ما را تعارف کردند و وارد خانه شدیم. پدر زهره اسدالله نام داشت. از آن مردان قدیمی خوش‌هیکل با سیبیل‌های تابیده بود. او راننده کامیون بود، با حال و با معرفت و معتقد. یک طرف اتاقش سمت قبله یک عکس بزرگ از حضرت ابوالفضل نشسته بر شیر و شمشیر به دست و طرف دیگر عکسی از امام رضا علیه السلام که آهو و بچه‌هایش جلویش بودند. ما را خوش آمد گفت و بر پشتی بزرگی که داشت تکیه زد. پذیرایی شدیم ولی ابهتش طوری بود که نمیتوانستیم سر صحبت را در مورد قضیه اختلافشان با حسین آقا باز کنیم. بعد از چند وقت کلنجار رفتن همسرم قضیه را مطرح کرد. اسدالله دل پوری داشت و حرف نمیزد. حرمت ما را نگه داشته بود. انگار اصلا دلش نمیخواست راجبه به این قضیه صحبت کنیم. همسرم و با دستش به تصویر امام رضا که در اتاقش بود اشاره کرد و گفت حاج آقا ما از جوار حرم حضرت رضا آمده ایم. چشم و دست ما تبرک به حرمش است. به خاطر امام رضا آشتی کنید. اسدالله تا نام امام رضا را شنید بلند شد و قاب عکس امام رضا را بغل کرد و زار مثل یک زن گریه میکرد و میگفت قربون امام رضا برم، من نوکرش هم هستم. بگید حسین آقا بیاد. چه شد و چه در دل اسدالله افتاد با نام امام رضا فقط خدا میداند. اسداللهی که 12 سال اجازه نداده بود و رفت آمدی با دامادش حسین آقا نداشت. به یک باره و بدون هیچ مقاومتی قبول کرد که آشتی کنند. من هم درنگ نکردم و سریع به دنبال حسین آقا رفتم.
و ساعتی او را راضی کردند و به خانه پدر خانمش آوردند. آشتی کردند و کینه ها را به خاطر امام رضا کنار گذاشتند و زهره و بچه هایش در پوست خود نمی گنجیدند. زهره نه در زمین بود و نه در هوا. امام رضا کار خود را شروع کرده بود. اسدالله هم 1 سال دیگر زنده بود و بر اثر بیماری به رحمت خدا رفت.